هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 58 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده دهم اکتبر سال 2020 با روی فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن پایتخت درآمده از او автомашین بارکش تمغه شگمند را به مدت 3 سال اجاره گرفته بود. به مبلغ $40,000 آمریکایی فروخته، مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر با عریضه مرد 28 ساله ساکن شهر مذکور مراجعه نموده است که شخص نامعلوم با راه پنهانی از دکان تیزتیار 30,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 16 ساله ساکن شهر مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سامانی با عریضه زن 53 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعه نموده است که ماه اکتبر سال 2022 زن 26 ساله ساکن پایتخت هنگام کار و فعالیت نمودنش باعث پیشخدمت در منزل استقامتیش با راه پنهانی از داخل جیبانش $17,000 آمریکایی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. 17 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 21:30 راننده автомашین تمغه وز 2109 با وکلانوف نجم الدین خیرالدینویچ سال تولدش 1983 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در دهه گچک شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دریای خونکا چپه شده است. در نتیجه خود راننده با وکلانوف و مسافرش خالف فیض‌الدین سال تولدش 1982 ساکن شهر مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 18 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 11:20 راننده автомашین تمغه اوپل سفیر سواتوف جمشید سال تولدش 1994 ساکن شهر پنجکین هنگام حرکت در شهرهای عینی پنجکین واقع در حدود جماعت دیهات سرز از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه خفی تحت اداره مرادوف بازاربای سال تولدش 1978 ساکن شهر مذکور برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه خفی مرادوف جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام دسترس نمودن به بیمارخانه در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.